من دوستان عزیز با خواهشی زیاد پسپسچگاه باز از نو التماس کردن که این بازار نرخ نوای آرد و گوشت برنج گرفته. ما باز به این بازار پنجشنبه آمدیم. از نرخ نوای این محصولات های درخواست کردگیاتان حرکت میکنیم، نرخ نوای برای شما معین کنیم. دوستان به کانال لایک ماندن و ابونه شدن را فراموش نکنید. این برای پیشروی کانال بسیار مهم است. در یک گوشه بازار روغنی زاغور فیرمای اوانگر. این چند پلکه این اوانگر 50 سومون. این چند لیتره؟ این 4 لیتره میزن. این روغنی دونیه اولی علین رسیان که همه نمودی روغن نه. یعنی در آمدی بازار به لوبای نمودی روغن اگر خواهشمنده و باشن اونده خریده رفته میتوانن. من باز اینجا همه لوبای نمودی روغن نه. روغنی زغیر بودن. چند پلیه دو زغیر؟ 20 سومون مرکز. من گوشتی گاو 45 سومون 20 گرم داد. لحمش چند بود؟ 60. لحمش 60 سومون. این روغنی گاو چند پول روغنی گاو؟ روغن چند پول؟ چند؟ 12 سومون. اینجا سرنا بارا برای شوربای و یا دوستان از بس که شما بسیار درخواست کردید من باز یک بار اومدیم که این پنجشنبه بازار برای همین مهاجران یک بنوار گیریم. دوستان یک دو سه نفر نویسته بودن که در حق مهاجران هم همین نوارتان به دعا کنید بوده. ما شب روز همین دعاگوی همین مهاجران هستیم. خیلی خداوند تعالی ساخت سلامت سفر به رفتان سفراتون بهتر شد، با ساخت سلامت به پیش پدر مادر اهل عائله برگشته بیتان. باقی سلامت و سربلند باشتون دوستان عزیز. این گوشتن چند پوله گفت؟ 55 سومون گوشتی گوشتن. دنبه چند پوله گفت؟ دنبه هم 55 سومون نیه. از این گوشت های گوشتن بسیار خمشوربای و داملمه های عجایب می شود. مرمه اینجا همه نمودی سلات ها هست، از اون جمله کرمچه، بادرین، پمیدار، پیازی انزور، بیخیچه. اینجا لپشه فونچازه میگه این لابلبو کدی. همه نمودش هست. خواهشمندان میتوانید از درآمدگاه بازار پنجشنبه همه این نمودی سلات ها را خریداری نمایید. بادرین چند پول؟ 10 سومون. بادرین سلیمی. پیاز انزور چی؟ 25 سومون. این چی سلادی؟ باقلاجان. این چند پول؟ 15 سومون. اینش چند پول؟ اینا 15 سومون نیه. من این سلات ها همه 15 سومون نیه. بیخچه 10 سومون دار. دوستان من تا حدی میکنم. من دوستان عزیز در یک گوشه کناری بازار من لوبیاهای سرخ، نخودها، جوری، ماش، گریچکه همه محصولات هست. یعنی نرخی ماش 12 سومون و 50 دیرهم. این نخود ایران 25 سومون. Dözde, canı dözde, canı sevince, canı yozda. Neş 15 Çile سومون. kaç sabah? Gözde
24 جمعی 11 جمعی 13 این پیرلافکه 6 سامون گراخ هم 6 سامون بوده پیرلافکی رسیه 6 سامون 50 دیدم گراخی رسیه هم 6 سامون 50 دیدم این هاش نیگی جایی ها گراخ قزاق بوده این های 3 سالی قزاق من گرونجی کنجی اعلاسیفه چند پولی؟ نرخش 12 سامون بسیار آشای عجایب می شود من اینجا دیوزیره اسفره بوده این چند پولی؟ 20 سامون من اینجا باز یک نمودی دیوزیره اسفره لزیری تاشکم من با دیوزیره اسفره 20 سال شده من کنجه یاوه هم 20 سال یا چند پولی؟ آب بردار نی ها آب برداری چند سال نه گرون 2 ساله ها گرونجی 2 ساله من دوستان عزیز همه نمودی گرونج هست میتوانید آمده خریداری کنید تحت دل خود آشای نرمیدگی تیار کنید در یک گوشه بازار نخوتی تر تراکت کشمیج زیره کلانفور سبزی و پیاز چسناکوی هم هست میتوانید برای آش عمده خرید کرده روید من روغنی زغیر هم بوده است چند پول روغنی زغیر؟ 30 سامون سیرکوی هم های خواهشمندان میتونید سیرکوی هم دست کنید یا چند پولی؟ 6 سامون نه؟ زیره های همه نموده زیری ایران زیری رسمی هاین زیره های رسمی همه نمود برای آش هست دوستان عزیز چنانه که میدانید بهاری نازنین آمده ایستاده است من در یک گوشه بازار همه نمودی کوتی ها برآورده شدگی از آن جمله پیاز چسناک اوکراپ کشنیک ریدیسکه پیتروشکه تکا اینها چند پولی پیاز 2 سامون بوند چسناک 2 سامون اوکراپ و کشنیک 1 سامونی ریدیسکه چند پول اکا؟ ریدیسکه پیشنگیش 1.5 کفانگیش 1 سامون من یک گوشه بازارنده تخمی ها تخمی دانه ها هست از جمله تخمی پیاز اوکراپ تاشکن کشنیک سیاه دانه سیندریا ریحان پیتروشکه اوکراپ من اسمی تاشکن هم در همه نمودی تخمی ها را میتوانید دست کنید چنانه که اولی بهار آمده ایستاده است فصلی کشت و کار می باشد شما میتوانید از همه اینها استفاده برید لیمون چند پول بوده است لیمون؟ 3 سامون لیمون کلون منی اصلی پخت اصلی طبیعی برای داروی درمان اصلای تازه یا چند پولی؟ کیلو 25 شا 40 شا 60 شا 70 شا این تیزش به نگاه کده کن صفتاش نگاه کده صفت سالش بیام بی؟ سالش فرقش نمیره صفت نه؟ صفات کم بگیریم از 25 سامون تا 100 سامون کیلوش ارزشش میرسد همین ها صفتش به نگاه کده مثال اصلی پخت ارزانتر اصلی طبیعی باز قیمت‌تر یادآور میشیم اصلی نسیم جان بوده شما میتوانید تلفن کردیم درخواست کردیم میتوانید تلفن برای معلومات 92 707 68 85 شخصانی که اگر درخواست کنید نسیم جانمک درخواست شما رو قبول میکنم
اینجا هم باز یک چند نمودی اصل ها زیاد می باشد. یا چند پلی؟ از 25 سومون تا 80 سومونه. 80ش چیه؟ اصلای مایسکی اصلای سیاهگانه 80 سومون است. 25 سومون. اصلی پخته 25 سومون است. شما میتوانید اصل رو طریق تلفن هم درخواست کنید. 92 707 38 40 میتوانید مثال کیلوی زیادی اصله طریق همین تلفن کرده درخواست کرده قبول کنید. من این در یک گوشه بازار ماندرین ها من در یک گوشه بازار تربوز و خربوز است. خربوز کیلوش 20 سومون، تربوز کیلوش 25 سومون دیگه. حاضر لیکن چنانی که میدونید مهم مرد تربوز خربوز فراوان. چند پول اینو؟ این 2 سومون نه؟ من نونو 2 سومون، نونوی آبی. این چند پول؟ این 2.5 سومون. دوتاش 5 سنت. این آردو قیمت دیگه نه؟ یا شنید؟ چند دیگه؟ آرد 2 سومون اون به نونوی هم که میتون قیمت چه دیگه. من با من اینجا هم نانوی میزدار. این نان چند پول؟ 3 نان 2.5 سومونی میشه. نانوی روغنین. این نان تان چند پول؟ این ها 1.5 سومونی آبی. من اینجا هم کاکا بوده. کاک. این چه کاکیه ما؟ کاکای میرسنجیلی. میرسنجیلی. اینش چیه؟ نه میرسنجیلی سرخش. این سرخش میرسنجیلی سرخ. چند پول این ها کیلو؟ 12 سومون با سودا می شود. این تیده فایده شاید کنم ها؟ گرمای دیل به فایده می کردم. چمخ چند پول چمخ؟ 18 سومون کیلو. این چیزای خودتان می؟ دهقانی خودتان می یا وایمی؟ همش دهقانی چیزی خودشان بوده. چمخ هم به درجه است. مغزاش هم زرد. اینه بنانه دانه 3 سومون و 50 دیرم. اینه تخم چند پولی؟ 80 دیرم. این 80 دیرمی ها این همه که؟ 80 دیرمی بود از تخما. کدامش این می؟ من تخما 90 دیرمی. اینی پختکار اینش اینی دوستان. هم تو یک بچه که بیرنر میشه. این چند پولی؟ 50 دیرم تخمی بیدانه. نه فروکتاوی سب انگور اپلسین نوک سیب انگور یاوتون. این سیبا چند پولی؟ سیبا 18 سومون. اپلسین چیه؟ اپلسین 20 سومون. من جانده اناناس. اناناس چند پولی کنه؟ از 30 سومون تا 40 سومون 45 سومونه. من این کیوی ها باشد دانش 3 سومون و 50 دیرم. این سیبای سمره این که 8 سومون. انار چی انار؟ انار کیلوش 15 سومون. انار قای
من پمیدور صورتگیریش بیه پول بوده چند پولی؟ کیلوش 500 سومون پمیدوری کجا؟ Toshkan ve Mahçor. اینی توشکان اینی محچار 10 سومون بودرینگ چند پوله که؟ بودرینگ 17 سومون این ها اینی کجا؟ اینی ازبکستان اینجا بگوسی گفا فروکتاوی ساد همه نمودی چیزا هست چند پول پمیدور؟ 15 سومون اینی توشکان؟ میسنی اینی خودمون بوده پمیدورای میسنی بودرینگ چیه؟ این چند؟ 17 سومون منه بدن 2.5 سومون سیبا 8 سومون 10 سومون همه نمودی چیزا و اینجا ازی جای فروشی آرد نرخ نوای ازی بیفهمیم آردوی 50 کیلوگی چند پلک ها؟ 190 سومون تا 200 سومونه این 25 کیلوگی ها چند پل؟ 100 سومون دست 25 کیلوگی ها آرد اینقدر قیمت هم نیست کمتون حساب همین دلار بالا برون بگیر آردا همش سورت یکم من دوستان عزیز در جای فروشی حسیبچه ها در اینجا 3 سالی عزیزی کبیری خودجان همه نمونده شد نرخی حسیب ها گوناگون می باشد با بحث به امین ویش محصولات با مزگیش